از مهمترین اکتشافات دانشمندان در قرن 20 به اعتبار ساختن اندیشه ازلی و ابدی بودن جهان است. آنان با دلایل مقنع علمی ثابت کردند که آفرینش جهان با یک انفجار مهیب آغاز شده است که از آن به انفجار بزرگ یاد می کنند. تحقیقات همچنان درباره جزئیات این انفجار ادامه دارد. آنان میگویند جهان هستی در ابتدا یک توده واحد بوده که منفجر شده و طی میلیون ها سال به شکل کنونی خود آمده. برخی از دانشمندان ترجیح می دهند که در بیان این پدیده به جای کلمه انفجار هستی از اصطلاحات دقیق تری چون انفصال استفاده کنند. به هر حال آنچه که مهم است این است که آنها با جعل این اصطلاحات در صدد بیان این واقعیت اند که جهان هستی در ابتدا یک توده واحد به هم پیوسته بوده، سپس اجزای آن از یکدیگر انفصال یافته است و بعد از آن ستارگان، کهکشانها و زمین به وجود آمد. قرآن در بیان پدیده آغاز آفرینش با شیوه کاملا دقیق از دانشمندان غربی پیشی گرفته بود. 1400 سال پیش قرآن در بیان این حقیقت از دانشمندان غربی پیشی گرفته و دقیقاً همان چیزی را میگوید که دانشمندان به آن دست یافتند. آیا کافران ندانستند که آسمان ها و زمین به هم پیوسته بودند و ما آنها را از یکدیگر جدا کردیم؟ اینجاست که این سوال متوجه کسانی می شود که از حقانیت قرآن منکرند. در زمان نزول قرآن چه کسی می دانست که جهان در ابتدا یک توده واحد به هم پیوسته بوده، سپس از یکدیگر جدا شده و آنگاه جهان کنونی به وجود آمده؟ آیا او کسی جز خدای بلند مرتبه نیست؟ شاید بتوان نظریه انبساط جهان را مهمترین کشف نجومی قرن 20 دانست. بر طبق این نظریه کهکشان‌ها با سرعت فوق‌العاده‌ای در حال حرکت و فاصله گرفتن از یکدیگرند که در نتیجه آن جهان هستی به طور مداوم در حال گسترش و انبساط است، اما ما آن را احساس نمی‌کنیم. دانشمندان با استفاده از ابزار و آلات پیشرفته توانسته‌اند سرعت آن را اندازه بگیرند. این حقیقتی است که در زمان نزول قرآن هیچ کسی اطلاعی از آن نداشت. این دستاورد علمی دانشمندان بعد از تحقیقات بسیار و صرف هزینه‌های زیاد و در مدت زمان طولانی به دست آمده. عجیب آن که قرآن قبل از 1400 سال پیش در آیه زیر خبر از گسترش جهان داده است. ما آسمان ها را با قدرت بنا کردیم و گسترش دهنده آن هستیم. نظریات متفاوتی درباره پایان جهان ارائه شده، اما نقطه اشتراک همه آنها این است که جهان روزی به پایان خواهد رسید. بنابراین ممکن نیست انبساط جهان هستی تا ابد ادامه داشته باشد، زیرا بر طبق قانون بقای انرژی میزان ماده و انرژی ثابت است. در نتیجه گسترش جهان هستی متوقف خواهد شد و همان گونه که گسترش یافته بود شروع به بازگشت و جمع شدن خواهد کرد. نظر کنونی دانشمندان این است که شکل جهان تقریباً به صورت یک ورق مسطح است که اندکی انحنا دارد. عجیب آن که قرآن در آیه زیر به چگونگی پایان جهان و شکل جهان هستی که مانند یک ورق منحنی است اشاره کرده. ترجمه: روزی که آسمان ها را همچون تومار نوشته ها در هم می پیچیم و همان گونه که آفرینش را آغاز کردیم آن را باز می گردانیم، این وعده هایی است بر عهده ما و ما حتما انجام دهنده وعده های خود هستیم.